با گذشت 3 سال از حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 هم که مقامات آن را کوشش تبادلات دولتی عنوان کردند، احزاب سیاسی تاجیکستان از حال رکود و از چارچوبی که مقامات برای آنها ساختند بیرون نشدند. بعد از آشوب معاون وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده در سال 2015 هم، حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی از صحنه سیاسی کشور بیرون شده، 7 حزب دیگر باقی ماند. حالا وقت سخن از سیاست می رود، بعضی از ساکنان تاجیکستان از نمایندگان حزب‌های سیاسی انتقاد می کنند که چند سال باز در برابر مشکلات جامعه تاجیکستان خاموشی اختیار کردند و به حزب‌های کاغذی تبدیل شدند. تاجیکستان رسما نظام بسیار حزبی دارد، اما ساکنان میگویند احزاب تنها در آستانه انتخابات ها از خود درک می دهند و به سراغ رای دهنده می آیند. در وقتهای دیگر نه تنها مردم را به گوشه فراموشی می برند، بلکه در برابر مسئله های مهمی داخل و خارج حرف نمی گویند. این سکوت و کمفعالی هم به اندیشه برخی از تحلیلگران به فرهنگ سیاسی مردم و شکلگیری افکار سیاسی لطمه می زند. سیف الله سفرов معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک سبب کمفعال و آرام بودن احزاب سیاسی را به آرامی فضای سیاسی کشور ربط داد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که کم و بیش با موقعگیری خود امروز از احزاب دیگر فرق دارد، میگوید حالا یک دوره است که حزب‌های سیاسی باید پخته‌تر باشند و وابسته به وضع عمل کنند. به قول او دیگر دوره سادگی نیروهای مخالف و سیاسی گذشت و حالا بیشتر آنها از عمل به تحلیل گذشتند. با این همه منتقدان میگویند حکومت فعلی به فعالیت حزب‌های مستقل منفعت دار نیست و در سیمای آنها برای خود خطر را می‌بیند. مقامات منفعت دار نیستند که کمبودهای حکومت گفته شود و گوش جامعه انتقاد را بشنود. تحلیلگران همچنین میگویند ساختار فعلی هنوز فرهنگ بسیار حزبی را هضم نکرده است. به گفته آنها جامعه سیاسی یا افکار سیاسی را همیشه و در هر شرایط حزب‌ها به وجود می‌آورند. وقتی آنها سکوت می‌کنند، جامعه هم نسبت به سرنوشت خود و کشور بی تفاوت می‌شود.